تمام این بلا از خاطر تو سر بچه من میآید. از وقتی که تو در زندگیش آمدی هیچ از مشکلات رهایی پیدا نکرده. حالا دیگه نمیخوایم شما را ببینم. از اینجا برین. حالا از اینجا برین. دنیزم برات پس میارم. تو هیچ تشویش نکن. الیف دخترم. شنیدی؟ تو در اینجا چی کار داری؟ راستش نه که بالاخره کلی چیزا قبول کرده آمدی که به نواسم لباس بخری. بله اما جان، شما از کجا فهمیدین؟ ما با شنایی مادرم به خاطر خرید طفلم آمدیم. شما چی میکنین؟ خب میشه بگن که چی کار داشتین؟ راستش ما نه که شما به خاطر طفل ما خرید میکنین. الیف بهتر است تو حال خانه بری. ما پیش جنرال صبری میرم، شاید کمک ما کنم. او میفهمه. پدرش خوب میفهمه که دینیز در کجاست. تو چی میگی الیف؟ با جنرال صبری اتمنی گپا بگویی که پدرش میفهمه. من مطمئن هستم. درست است، برش میگم. تو حال خانه برو، باز برات خبر میدم. به هر حال ما میرم، شما گپ بزنین. میشه بگوین که باز چی نقشه دارین؟ چرا او از جدا شدنشان خبر نداره؟ خب ما هنوز برشان چیز گفتن نتانستیم. آقا سنجر بعد از این کمرای جنرال قدرت گپ بزنه باز برش کل چیز میگه خانم رنا. اما لطفا شما برش چیز نگوین. من نیستم که شما چی میکنن و چی نمیکنن، اما اگه به دخترم کدام ضرر برسه باز در مقابلتان مرا خود دیدین. خدایا کاش یک خبر خوش باشه. میخوایم با باز کردن دروازه دینیز ببینیم. از دینیز کدام خبری است؟ لطفاً برام بگوین، خواهش میکنم. بله من برات یگان خبرهای خوش دارم. داخل بریم برات میگم. بفرمایید. لطفاً زود بگوین. دینیز خوب است همتون تانستین او را پیدا کنین؟ حال کجاست؟ لطفاً بگوین. ایره بیگی بخوان میفهمی که شوهرت کجاست. شماره را که شما دل کرده این فعلا خاموش می باشد. آی بچم تو کجاستی؟ اوف شنایی مادر جان؟ از صبح تا حالا تلفن دینیز خاموشه. شما ازش کدام خبر داری؟ حتما شارژ موبایلش خلاص شده. جانم تو کمدگام اینجا چکر بزن، ما یک بار تا قرارگاه میرم. خب شاید با کدام چیزی ضرورت داشته باشه، اما تو نیست. هر چی باشه داماد است دیگه. درست است. اگه زحمت نمیشه برش بگن که برم زنگ بزنم. چرا نه؟ او بیادر نمیفهمم لا تو میخوری یا ما خواهیش نفهمیدم با خدا. منتظر باشی لیف، ما پیشت میایم. هنوزم لیف میگی؟ ای چه قسم دختر است. آفرین به تو بیادر. بگی خواهی
شما چه قسم یک پدر هستین؟ یک پدر با اولاد خود چطور یک قسم یک کار میتونه؟ تو میفهمی یک سکی گرفتن؟ تو گرفتی هلیف. دینیزه به ایالت تو رساندی، تمام این کار تو کردی، کل بازی را تو انجام دادی. هر قطره خونی که از بینیش به مقصرش تو هستی، فقط تو باعث شدی. ما یک ساره گرفتیم؟ نگرفتیم. بچه ما به سلول سر تو انداختی. تو بیبی تو ایره بیبی، قبل از اینکه تو در زندگیش بیایی چقدر ما خوش بودیم بیبی. ما چقدر مطمئن طرفش میبینم بیبی. متوجه هستی لیف؟ تو با این کارت ما را از بین بردی، ما را تبا ساختی. با چشمایم بیبی، اگه میخوایی که او خوش باشه و اگه او را واقعا دوست داری، طرف ما بیبی، طرف ما بیبی. بیبی کوشش کو که از زندگیش بیرون شوی. در هر دو عکس دینیز از انتخاب با تو است. خوشیشه میخوایی یا غمشه؟ بیبی نه تو دینیز نجات دادن میتونی، نه جنرال صبری. هیچ کدامتان نمیتونین. الیف تو هیچ کاری کردن نمیتونی. هیچ کس دینیز نجات دادن نمیتونه. شما هم کوشش نکنین. دوباره برو به قریت برگرد. بیا. جنرال صاحب عمر اردام آمده. اجازه بده برش که بیایه. بچه شم جنرال صاحب بفرمایید. خوش آمدی اردام، بفرما بشی. جنرال صاحب دینیز اختطاف شده. امروز صبح عکسای شب لیف روان کردن. تو چی میخوای بگویی اردام؟ کی جرأت یک کار کده میتونه؟ با نظر من جنرال سنجر. گفتی سنجر؟ اتو یک چیز امکان نداره. از سنجر توقعی هر کار دارم، اما ای که در حق بچه خود قسم یک کار کنه تا فکرشم کده نمیتونم. بله انجام داده میتونه، چون نمیخواه که رازشان افشا شوه. تو حالا برو، تا وقتی که ما برات خبر ندادیم هیچ کار نمی کنی. ما هم کوشش میکنیم که مشکل حل بسازم. عمیل از جنرال سنجر اینجا بخواین، برش بگوین که عاجل خود اینجا برسانه. بله کی؟ جنرال صبری؟ درست است، چند لحظه بعد به قرارگاه میرسیم. حتی اگر رئیس جمهورتان بیایه دینیز نجات دادن نمیتونه. جنرال صبری
اگه قسمی که فکر میکنم باشه شنایی، بس هیچ کدامتان آرام نخواد ماندم. نی توره، نی جوهره ده و نیامی دختره. بچه‌م کجاست؟ از تو پرسیدم. گفتم دینیس کجاست؟ بچه تا نه از منه، بلکه از پدرش بپرسه. دینیس؟ امکان نداره. شوهرتان میفهمه که بچهش کجاست. تمامی کارا از پدرش است. تو مطمئن هستی که این کار سنجر است؟ اوف، نمیفهمم در مورد چی گپ میزنن. چیزی رو شنیدم نمیتونم یخم زد. درست از فهمیدم. منتظر خبر ما باشین. بیا، حالا قطع میکنم بعدن میبینیم. مرا خواسته بودین جنرال صاحب. جنرال، دینیس کجاست؟ معلوم میشه که فهمیدین. ما جنرالی هستم که با واکنش ها مبارزه میکنم، قسمی که وظیفه‌ام است. ما درباره بچه‌ت گپ میزنم جنرال، درباره بچه‌ت. تو چه قسم یک پدر هستی؟ ها؟ در وجود تو هیچ احساس پدری نیست. موضوع اگه وظیفه باشه باز ما بچه خودم میشناسم. جنرال، امیاله هرچی زودتر نشانی دینیز به ما میگی و به این ظلمت هرچی زودتر خاتمه میتی. ما قسمی که قوانین است برخورد میکنم جنرال صاحب. قسمی که پیشتر براتان یادآوری کردم، با واکنش ها مبارزه میکنم. اگه به جای شما میبودم باز پشت تو مسائل نمیگشتم. قسمی که میفهمین واکنش رگ ضعیف اردوی ما است. همونطور نیست جنرال صاحب؟ تو چطور میتونی امرای ما قسم گپ بزنی جنرال؟ باید حسابی کارهای تبتی. حالت میشونیم گم شو. اطاعت میشه جنرال صاحب. جنرال سنجر هر لحظه زیر نظر داشته باشین، چون شک دارم دینیز آیدینه به زور زندانی کردن. بچه‌م کجاست؟ تو را میگم. ما براتون بعداً زنگ میزنم. گفتم بچه‌م کجاست؟ همراه بچه‌م چی کار کردی سنجر؟ جواب بده. بچه‌م چی کردی؟ شنایی درست است، آرام باش. گوش کن، ما به خاطر خانوادم هر کاری که لازم باشه انجام میدم. به خاطر شما با هر نوع مشکلات دست و پنجه نرم میکنم، مبارزه میکنم. و تو آمده از ما حساب بپرسی؟ بیشی که گپ بزنی. به من دست نزن. از من دور باش. میخوایم پیش بچه‌م برم. امیال مرا پیش بچه‌م ببر. درست است. پس تو میخوایی که بچه تو ببینی. بیا.
که بچه تا برات نشان بده. حالا دیگه وای خدا، جنرال صبری پشت ما نفرهای خود روان کرده. چی؟ درست است، آرام باش. درست است، گفتم آرام باش. آرام باش. بفرما شنایی. یم بچیت. مادر بچه بچه لطفاً منصرف شو بچه. بچه از عشقت منصرف شو. لطفاً یک دانم زد نکو. منصرف شدن نمیتونم. الیف از جان خود زیادتر دوست دارم، از خودم زیادتر. او خانمم است. منصرف شدن نمیتونم. تو هم بچه هستی. کدام مادر اولاد خود در ای حالت دیدن میتونه جواب بده؟ لطفاً دینیز بچه، لطفاً بچه از عشقت منصرف شو. هیچ وقتی نه مادر، هیچ چیزی مانع شدن نمیتونه. معلوم میشه که هنوز از تو درست پذیرایی کده نتانستیم. لطفاً اجازه بده که بچه ما ببرم. شنایی، ایره تو بسیار خوب میفهمی که به من نه بلکه به او دختر باید بگویی. بچه حالا دیگه بخیر. حالا بخیر که بریم. حالا بچه حالا دیگه بچه تون دیدی. یک دانه گریه نکن. درست است. گریه نکن.
ما یک خانواده بسیار خوش بودیم تا امروز دینیز ما را هیچ جیگرخون نساخته. از وقتی که تو در زندگیش آمدی میفهمم که ما هیچ وقت هم دیگه خود دوست نداشتیم. همیشه مخالف رابطه تو با دینیز بودیم. اما تو که شما امتحان کردین، اما خودت میبینی، از اوضاعم خبر داری. من رفته بچه‌م از نزدیک دیدم. ای که در چه قسم وضعیت بود من از نزدیک دیدم. درد که میکشید دیدم. زخم روی بدنش دیدم. و مطمئن باشی لیف، وضعیت و حالت را که تو در عکس دیدی وضعیت بچه‌م از وام کده وخیم تر بود. او سلول از چیزی که فکرش میکنی زیادتر سرد بود. قهر بود، عصبانی بود. تا وقتی که شما از هم جدا نشیم بچه ما اعلان نمیکنن. کل چیزا به گردن خود گرفته ایلیف، کل چیزا. دوست داشتن یگان فداکاریام میخوایم. به خاطر یک جا باشه نه. انسان ها بعضی وقتا به خاطر عشقشان خدا فدا میکنن ایلیف. ازت میخوایم فداکاری کنی ایلیف جان. به خاطر دوست داشتنت نه، به خاطر بچه‌م باید ای کار کنی دخترم. تو نمیبینی؟ از خاطر یک زده شما تمام خانواده ما از بین میره. ما اینجا پیشت بخصفت یک مادر آمدیم. مادری که میخواه بچه خود از مشکلات نجات بده. ازت بچه خودم میخوایم ایلیف جان. لطفاً بچه ما برم پس بده. خانواده ما برم، اولاد ما برم پس بده. تو یک دختر با خدا هستی. خانواده تشکیل میتم گفته یک خانواده دیگر از بین نبر. بالای غم و درد دیگر را خوشی خدا بنا نکو. آله دیگه درکو. ای چادر و حجاب تو و رتبه های شانه بچیم تا وقتی که باشه یک جا شدن تا ناممکن است ایلیف. ایلیف هنوزم درک نمی کنی؟ اگر تو روی تدور ندی باز بچه‌م از زندگیش منصرف خواد شد. خانواده ما از بین خواد رفت. باز منه مادر خوب شده میتانم و نه هم سنجر پدر خوب شده میتانه. لطفاً این خوشی را از ما نگی. چی میشه؟ قربانت شو. بچه من نجات بده. تا وقتی که تو از اینجا نری ما هیچ وقت یک خانواده خوب شده نمیتونیم. برام یک چیز بگو ایلیف. هیچگاه پیش وجدانت خجالت نخواد بودی؟ هیچگاه جیگر خون نخواد شدی؟ چرا برام چیز نمیگی ایلیف؟ برات میگم که باید از اینجا بری. باید بری. تو میری نه؟ بچه من پس برام میدی اما تو نیست؟ حالا میرم تو را با وجدان تنها میمانم. لطفاً بچه من نجات بده. بچه من برام پس بیار. لطفاً دیگه از زندگی ما بیرون برو ایلیف. چی میشه؟
برای بچه من و خانواده من پس بده. بالای خوشی های دیگر را خوشی های خودم بنا نکن. Onlar yanlış sen değil. Gözlerini al yerden. من بار اول است که او را قسم دیدم. چطور ازش جدا شوم؟ درکم کنی یه حجاب و چادر تو و رتبه های شانه بچیم تا وقتی که باشن یک جا شدن تا ناممکن است. چرا نمیفهمی؟ دلیلی به این حال رسیدن دنیز تو هستی. فقط تو هستی ایلیف. Güzel günler gelecek. Gözlerini al yerden. هر بلایی که سر بچه میآید باعث تمام این بلاها تو هستی ایلیف. تو کار تو هست. Bu zulüm de bitecek. Güzel günler gelecek. Gözlerini al yerden. بچه من برام پس میارینی؟ Elif gibi dimdik tut. با خاطری که یک جا باشین انسان ها گاهی با خاطر عشقشان خود فدا میکنن. ازت میخوایم که تو هم این فداکاری را کنی ایلیف. Bu günler de geçecek. Bu zulüm de bitecek. Güzel günler gelecek. Gözlerini al yerden. Bu günler de geçecek. Bu zulüm de bitecek. Güzel günler gelecek. Gözlerini al yerden. من جواب میدم خانم شنایی. بفرمایین. یک لحظه. محافظ زنگ زدم را شما گپ میزنه. بفرمایین. درست است. میشه یک بار مرا پیش دینیز ببرین؟ مهمان جنرال سنجر هنوزم در سلولش است؟ بله آقا. بسیار خوب. پس یک دفعه با عیادتش میرم. درست از جنرال صاحب.
سنجر، ما آمدیم. بیرون دروازه منتظر هستیم. جنرال صاحب، حالا میخواین که داخل برم. درست است. تو چشمت از اونا دور نکن. منتظر خبر ما باش. اطاعت میشه جنرال صاحب، هر قسمه که شما خواسته باشی. ما با هم یک کار ناتکمیل داریم که باید تکمیل شود. Rüzgarlar dalımdan alsa, savursa bile yerlerden yerlere öfkeyle vursa, dünya bir yangına dönse, kavursa bile dimdik dursa, Elif gibi. Hayatım kördüm açmaz olsa bile, gönlümün kuşları uçmaz olsa, acılar sözleşip beni bulsa bile dimdik dursa, Elif gibi. Ağlasam gizli gizli, kimse görmese beni, derdimi sırrımı kimse bilmese, kar delen misalim, sebebi halimi, dimdik dursam bile bir Elif. Elif. دنیز، چرا این کارا با خود انجام میدی؟ چرا؟ هنوزم نمیفهمی که چقدر دوستت دارم. من از تو منصرف شدن نمیتونم الیف. تا زمانی که قلبم میتپه منصرف نمیشم. من با جز درد دیگه هیچ چیزی برای دادن نمیتونم. حاضر هستم به خاطرت هر کاری کنم، حتی حاضر هستم بمرم. خواهش میکنم قسم نگو، مرگ نگو. پس در کنارم باش تا که همگی بفهمن با یه عشق مقابله نمیتونن. من دیگه نمیخوایم که توی قسم به خاطر من درد بکشی دنیز. حال تمام وجودم درد میکنه، اما اگه تو در کنارم نباشی قلبم درد خود کرد. باز وقت از من خواهد رفتم. با ما هرگز اجازه را نمیتن که با هم باشیم. ما هرگز با هم بودن نمیتونیم دنیز. خواهش میکنم لطفا این کار دیگه نکن. پس چی کنیم الیف؟ اجازه بدیم که نابرنده شوند؟ بعضا به خاطر برنده شدن باید باخته قبول کنیم. تو چی میکنی الیف؟ ای کارا نکو، ای چله را نکش، لطفا ای کارا نکو. اگه تو بگویی که 100 سال منتظرم باش بدون تردید منتظرت خواهد بودم، اما با این وضعیت راضی بودن نمیتونم دنیز. Bize karşı gördüm
مرا ترک نکن. ایلیف نرو لطفا. ایلیف مرا رها نکن. تو خانم مستی. تو را تا آخر عمر دوست خواد داشتم. اگر تو ابدم در زندان باشم از تو منصرف نمیشم. بگو برشان بگو من دینیز دوست دارم. او را هیچ وقت رها نمیکنم. ایلیف بس است دیگه، از حدتون گذاشتین. بچه‌تانه از من خواسته بودین، مام او را پس به شما دادم. بعد از این شما ما را یک جا نخواد دیدین. فکر میکنم خسته شدی. من تو را به خانت میرسونم. لازم نیست، تشکر میکنم. خواهش میکنم جانم، هرچی نباشد تو عروس سابق ما هستی. میخوایم براحتی به خانه برسی. بچیم خانم محترمه برسانی. بچه‌شم جنرال صاحب. بفرمایید. جنرال صاحب. جنرال امرای دینیز به تماس شده نتانستم. کدام مشکلی است؟ نه خیر، کدام مشکلی نیست. خیرت باشه. فهمیدم. میخوایم که قبل از نکاح امرایش گپ بزنم. شب ساعت 8 به قرارگاه بیایم. اطاعت میشه جنرال صاحب. اگر مصروف نباشین منتظر شما خواهد بودم. با چشم جنرال صاحب. تشکر میکنم. وای 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 وای، امروزم چانس با من یاری کرد. فکر کردی که مرا با مرگ تهدید کرده خود ترساندی قدرت؟ بگین مهمان نوازی ما خوشت آمد یعنی ابراهیم؟ همگی ما در دنیا مهمان هستیم قدرت، اما انسان های بیعقل و احمق مثل تو فکر میکنن که این دنیا مال خودشان است. چقدر یک قلب بزرگ، چقدر یک قلب بزرگ. خانمت ازت دور کردم، دخترت گرفتم، حالیام جانتا میگیرم. میفهمی نوبت تو رسیده ابراهیم. دینیس؟ از اینجا باید دور بخوریم. من گفتم در راه اشتباه آمدیم. راه خانه پشت سر است. ما میخوایم از موتر پایین شوم. لطفاً استاد کنین. گفتم میخوایم پایین شوم. شما چی میکنین؟ دروازه را باز کنین. گفتم دروازه را باز کنین. از اول اشتباه کردیم که در این موتر بالا شدم. مرا کجا میبرین؟ تو فکر میکنی این کار کردم میتونی؟ من پدرم. من مثل تو پدر ندارم. من مثل تو بچه ندارم. فکر میکنی که فایر نخواد کردم؟ چی خواد کردی؟ مرا میزنی؟ حالا بزن.
بس کنین دیگه. شما چی میکنین؟ پس شما این مادر مداخله نکنید. شما دینیز ما را مجبور نساز که یک کار ناخواسته انجام بدم. بچیم مادر گفتم شما مداخله نکنین. مرا بزنین. ما از الیف منصرف نمیشم. دینیز شنایی تو طرف شو. نه خیر گفتم پس شو. اگه تو این کار نکنی پس بخواد کدوم. سنجر اگه کسی را میخوایی بزنی اول مرا بزن. ما خانه نمیریم همه تو نیست. به شما امر کردن که مرا به قتل برسانید. گرفتن جانی یک نفر به شما چقدر آسان است. حساب این کارتانه چه قسم خود دادید. ما کاری که جنرال صاحب بگوی انجام میدم. ما چی کنم؟ اگر نمیشه پس نشه. تشویش نکنید. ما از اینجا میرم. ایلیف هم امروی خود میبرم. شما حتی چهره من نخواد دیدیم. اگر یک قسم یک کار کنی آیدین و خانوادهش از بین میبری. در قصه هیچ چیزی نیستم. حالا در فکر خانواده آیدین شدین؟ برین داخل. بچیم مادر گفتم داخل برین داخل. در اتاق داخل شوین. از این کارت پشیمان خواهد شدی. هرگز زیرا فراموش نکن. از این کارت پشیمان خواهد شدی. کلید آره بته. تلفنایتانم به ما بتن. دینیزی کارا نکن. بچیم بتن. شما بتن مادر. داخل برین. با خاطر نشستن در میز نکاوزار خاط کردی. با خاطر ایلیفی کار خاط کردی. برو. تو اشتباه میکنی دینیز. اشتباه میکنی. کلمه خراب نکن. اگه نی غارت خاط کردم. اشتباه میکنی دینیز. جنرال صاحب دینیز همیاله برآمد. جنرال صاحب یک گپ دیگه است که باید بفهمید. پایین شو. تو را به یک جای بسیار خوب روان میکنم. من هیچ جایی نمیرم. میخوایی که شوهرت زنده باشه؟ پس کاری که میگم باید انجام بدی. تا فردا شام میمانه ما خود بدی. درست است.
جنرال صاحب دخترم یارد موتر بالا کردم تا بعد از چاشت به شیلا خاد رسید در اونجا ازش خوب پذیرایی میکنم. بله تو چرا با ما قسم میکنی پدر؟ چی رو میخوای ثابت بسازی؟ بله پدر جون به خطای شب آماده میتونین؟ نه خیر دخترم، یک جلسه دارم، از اونجا به قرارگاه میرم. شما منتظر ما بنان شب نباشین. با دیدن خانم جاله میرین تو نیست؟ امرای دامادم میبینم. جدی میگی؟ چرا قدر تعجب کردین؟ من حیث یک پدر باید او را کم نصیحت کنم دخترم. اما زیاد نترسانیش، یک بار از عروسی منصرف نشه. ما دختر خود به او میتم وام رد خواد کرد ها؟ بزرگترین اشتباه زندگیش خود بود. این کار دیگه برگشت نداره سنم. با هر صورت فعلا خدا حافظ. دنیز الیف پایین شو. تو کوشش میکنی خدا از بین ببری؟ من برات گفتم که از تو منصرف نمیشم، هنوز درک نکردی گپه؟ دنیز این کارا نکن، لطفا منصرف شو. من نمیتونم منصرف شم، تو رو بسیار دوست دارم، این کارا نکن، بیا پایین شو. ما همراهت نمیایم. الیف بیا پایین شو، زود باش پایین شو. در این موتر سوار شو. گفتم داخل بشی. برات گفتم مرا راحت باش. هر جای دنیا هم که باشی پشت تره ها نمیکنم. من تو را دوست دارم، نمیتونم تنها بانمت. چرا نمیفهمی؟ بیشیدم موتر. الحمدلله. زخمای بسیار درد میکنه، لطفاً مرا آزار نده. سوار شدم موتر. اگه به مهمانی شب نرسیم از بین خود رفته. تو چرا خم یک آدم هستی که هنوزم در فکر میمانیستی؟ چه با شنایی؟ بیاز از خاطر تو در اینجا بند مانده. زیاد گپ نزن، بس از بگم. کسی نیست دروازه را باز کنه؟ در اینجا کسی نیست؟ جنرال صاحب زود باش دروازه را باز کن. دختر در موتر بالا کردی؟ بله جنرال صاحب، ما براتون زنگ زده گفتم. با ما زنگ زدی؟ لوده بی عقل. تلفن ما پیش دنیز است. تلفن تا برای ما بته. زود شو. بله دنیز، الیف همراه تو است. تو را هیچ غرض نیست. فکر کردی خانم من تنها میمانم؟ ما فراموش کردم برات بگویم جنرال قدرت امشب تو را به غذای شب دعوت کرده. پس بسیار زیاد انتظار خواد کشید. گوش کن دنیز، در جایی که هستی زود بیا، همه چیز خراب نکن. اگه گپایت خلاص شده باشه قطع میکنم، وقت ندارم. دنیز هر جایی که باشه شما را پیدا خواهد کردم. اگه با جهنم هم برن شما را پیدا خواهد کردم. تو ظالم استی امرای بچه خود آدم همه قسم میکنم. شنایی، ما تنها به خاطر فامیل خودی کارا میکنم. اگه جنرال قدرتی گپ بفهمه همگی ما را از بین میبره. تو با جزت خود در مورد هیچ کس فکر نمی کنی. اگه تو هم در مورد خود فکر کنی خوب خواهد شد. اگه نی باید بر خود خبر پیدا کنیم. شنایی، حالا دیگه از اینجا برو زود باش.
پدرت بود همه تو نیست. چی میگفت؟ ایلیف بیشتر از این مرا خسته نساز لطفاً. او تو را تهدید میکرد همه تو نیست. من خبرت گفتم دنیز اونا ما را تعقیب خواد کردن، هیچ وقت ما را راحت نمیمونن. دنیز اگر تو را چیزی شوم از زندگی کردن همیتانم چرا نمیفهمی؟ ایلیف مرا هیچ چیزی نمیشه. من برات وعده میکنم که مرا هیچ چیزی نخواد شد. هر دوی ما از اینجا میریم، در جایی میریم که هیچ کسی ما را پیدا کردن نتونه. خوشبخت خواد شدیم. سر ما باور کو. بله ما جنرال سنجر هستم. موترم دزدی شده. آخرین بار در راه شیله دیده شده. سیاه، نمبر پلتش 3565 VM. تمام اون منطقه را بررسی کنین. هرچی عاجل و موتر را پیدا کنین. بیا که بریم. خب ابراهیم، ای آخرین چانس تو است. یا که تمام فعالیت هایت متوقف ساخته ای اوراق امضا میکنی، یا که ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقه فقد رأیتموه و انتم تنظرون. من نفهمیدم تو چی میگه احمق. میگه که قبل از روبرو شدن با مرگ تمنای مرگ را داشتید. حاله میبینی که در این راه من به آرزوی خود رسیدم. بفرما آقا. تانکه را پر کن. من تشناب میرم. مامم رایت میام. نه ضرور نیست. این قسم نمیشه. مادر پدرم ازت خواست که برام زنگ بزنی. بس از دیگه دینیز، بس از بچه ممی کافی نبود که مرا قهر ساختی. برای تو زورو میکنم اگه کمیون بالایت حق داشته باشم لطفاً دوباره بیا. مادر من همراه خانمم هستم و بر نمیگردم. ایره باید قبول کنین. چی را قبول کنم ها؟ چی را قبول کنم؟ تو میفهمی که من همیالا در کجاست؟ در دکان لباسای عروسی هستم. دیگه راه برگشت وجود نداره. ایره شما خواستین. من همراه سلام گپ زدم موضوع را حل میکردم. باز شو بگم باز شو. حالا دیگه زود شو. برای آخرین بار میگم من همراه او دختر عروسی نمیکنم و این کار نخواد شد. فهمیدین؟ بچیم تو میخوایی که ما را از بین ببری؟ دینیز است؟ بهتن مام همراهش گپ میزنم. دینیز سنم میخوای همراهت گپ بزنم؟ دینیز؟ بله حتما شارژ موبایلش خلاص شد. شما از من کدام چیز را پنهان میکنین؟ نه خیر سنم جان، کارهای عروسی از دیگه. اگه از من کدام چیز را پنهان کنین؟ سنم جان من خود گفتم که چیز نیست. زیاد گپا کلان نکو. یک بار به خانه بریم باز وقت ما برات نشان خود دادم.
اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. دستایشو بسته کنه. شما هم از اینجا بیرون برین. ما با تنهایی این کار حل میسازم. تو معلوم میشه که ریسمان در گردن منه، بلکه در گردنه تو باشه جنرال قدرت. ما میخواستم که در اینجا تو تنها نباشی. خانواده تام امرایت باشن. اما تشویش نکن. بسیار زود اونام پیش تو خواهد آمدن. با تشویش اونا نباش ابراهیم. اونا و خدایی که به اندازه مهربان است امانت هستن. الله که باشه کدام غم نیست. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. الیف الیف صدای تا بکش اگه مجبور میشم که داخل بیایم. الیف صدای ما میشنوی؟ تو چرا از ما فرار میکنی؟ چرا از من فرار میکنی الیف؟ الیف احساس شو، گفتم احساس شو. قدرت. وای خدای بزرگ. حالا زود شوین جوانا. تو متوجه هستی که چی میکنی؟ تو در کار ما مداخله نکن جنرال صبری. ما تو را قدم به قدم تعقیب میکنم. فکر کنی که ملت هیچ صاحبه نداره؟ تو با یک گناهکار کمک میکنی. اگر گناهی داشته باشه از نادش آمده میکردی به محکمه روان میکردی. تو با کدام حقی کار میکنی؟ زود شو جواب بده، بگو زود شو. درست است جنرال صبری، اما فکر نکن که این کار در اینجا تمام شد. الیف صبر کن. الیف الیف چی شده؟ تو را خوب هستی؟ الهیم کو طرف ما ببی. مرا مجبور نساز که بازور تو رو در موتر سوار کنم. الا تو چی میگی؟ گفتم راه برو. گفتم الهیم کو چرا نمیفهمی؟ میگم که حرکت کو بریم. بیا از خوب نیستیم. دی حالت تو رو کجا رها کنم؟ بیا که بریم. الا الهیم کو نمیکنم الا. گفتم الهیم کو. گفتم حرکت کو برو در موتر بشی. کلمه خراب نساز. مجبور نساز کشکده ببرم. تو مرا به زور میبری؟ بیازو خوبم نیستم. حالا در موتر بشی. میبینیم هم خوب نیستم. بفرمایید.
دایی تانگ تلام دور بخور. اونجا رو یک بار میبینیم. از 149 به مرکز. موتر جنرال سنجرم اینجاست. تو کجا بودی؟ حالا اینا رو بگی زود شو. ما اینا رو بگی. ایران بگی چند دقیقه بعد زود بیا. حالا دیگه مرا ببینین. حالا برم بگن که دینیز کجاست. بس از دیگه بس از. تو میفهمی به خاطر یه عروسی دایی چند روز ما و سنجر چی سختیاره میکشیم. اوش کنی کوشش نکنی از ما حساب بگیری. شما با کدام جرأت امروی می قسم گپ میزنین ها؟ اگر پدرم بفهمه باز شما را گوش کن. از خاطر یه عروسی تو خانواده ما از بین خود رفت. فهمیدی؟ هرگز کوشش نکنی که مرا تهدید کنی. دست مرا ها کن. طرف ما بیبی اگه ایگا پارا پدرت بشنوه هیچ وقت دینیزه به دست نخواد آوردی. فکرت باشه و هرگز دیگه کوشش نکنی که مرا تهدید کنی. اگه دینیز به اینجا نیایه باید مطمئن باشین که شما را از بین خود بردم. آمدن جنرال صاحب. یخ موتر کلان است. فکر کنم اون موتر است. راه را بسته کنین. پایین شو از موتر. زود عجله کن. زود پایین شو این طرف بیا. این موتر از کجا پیدا کردی؟ از اون طرف. باور کنین کلید داخلش بود آقا. قسم میخورم ما دوزیش نکردیم. درست است. حالا ببرینش. ایرا از اینجا ببرین. کدام امر دیگه از جنرال صاحب؟ درست است. برید. میریم بچه. موتر پلیس از پشت ماست. چی خود کردی؟ از این موتر هر چیز زودتر باید نجات پیدا کنیم. نجات یافتیم. بله اما برای فعلا بار دیگه چی خود کردی؟ حرکت کو زود بریم. بیخی یخ ما زد. زیاد خنک است. تست بیا. ایلیفا میبینی؟ ها؟ از صبح که رفته هنوزم در اینجا معلوم نمیشه. خدایا قربانت شم. گناه ما چی است که توی تو دخترها را نصیب میکنی؟ انشالله با عروسی اونا ایلیفم راحت خود قربان خدا شم. تو رام که بگیره من خوب راحت خود شدم. او چی از دخترم؟ با تشویش شدم ای پاکت کی روان کده؟ آی پدر باور نمیکنم. کارت دعوت بر ما روان کردن. چی میگه او زرد مرچه؟ عروسی کی است؟ خانم سنم دختر جنرال قدرت هم میگم. حال دیگه ما رام در جمع دوستای خود شامل میکنن. چی خواهد شد دیگه جانم؟ داماد ما قماندان است. خود ما جنرال از همین رقم باید شوه. خب او امرای کی عروسی میکنه؟ بگو ببینم. امرای دامادت. او دختر تو چقدر بیعقل هستی. من دیوانه نساز. عروس خب بیا از او امرای داماد عروسی میکنه. امرای عروسی نمیکنه. داماد کیه؟ پدر جان داماد خود ما. امرای دینیز عروسی میکنه. تو چی میگی لوده؟ بته که ببینم. داماد ما سر دختر ما انباق میاره. خوب است.
اما این دعوتنامه را کی روان کرده حتما باشه؟ به خاطر قرض ساختن ایلیف روان کرده. به این عروسی میریم؟ یعنی چی میریم به عقل؟ حتما میریم. یک فرصت طلایی از دختر. نواسه مولا خوب یک شانس داری. برو داخل، برو. اینجا خانه کی است؟ چند دقیقه بعد خود دیدی. خدا را شکر آمدن بالاخره. تنها کسی که سرش باور داره ممی است. حالا بیاین داخل. بیاین. بشینن حالا. چطور اونا رو پیدا کردن نتونستین؟ زیر زمین خون رفتن. اونا رو باید برای ما پیدا کنن. دینیزه هر چی زودتر پیدا کنن. امگی ما را تباه ساختی، خانواده ما را تکه تکه ساختی، لعنتی. شنایی؟ این رقم سر ما چیق نزن. بیاز اعصابم خراب است. این رقم همراه ما رفتار نکن. بس است دیگه، بس است. من میرم همه چیز با اونا میگم، همه چیز میگم. هیچ جایی نمیری. همه منو اگه این رقم یک کار لودگی کنی، اگه توی رقم موقت انجام بدی باز چی؟ باز چی ها؟ مرا میکشی؟ میخوایی مرا از بین ببری؟ به خاطر که دینیز به میز نکاح حاضر شوه هر کاری انجام بدم. شنایی لعنتی. لعنتی. باز چی شد؟ ماره چی شده؟ چی گپ شده سر ما؟ باز چی گپ شده سر ما؟ لعنتیا. آقا قدرت؟ آقا ندیم، خیریت است؟ ساده که فرمایش داده بودین، خواستم که خودم براتان بیارم آقا. اوه بسیار مقبول است. بسیار تشکر. امیدوار هستم که دامادم لیاقت ایره داشته باشه. حتما یک کسی هست که مستحق یک قسم یک تحفه بسیار مقبول است. بر صورت ما با اجازه تون میرم. اگه با کدوم چیزی دیگه ضرورت داشته باشین باز برام زنگ بزنین. آقا ندیم، پولش چه رقم پرداخت کنیم؟ در بین ما این گپاز کجا شد آقا قدرت؟ از طرف ما بعد داماد یک تحفه کوچک باشه. آقا ندیم، این پیشنهادت مثل رشوت نشد؟ چی میگن آقا؟ کسی ساعت به کسی رشوه میته؟ بر صورت ما با اجازه تون میرم. اگه با کدوم چیزی دیگه ضرورت داشته باشین حتما بگوین. درست است. زنده باشی. شب بخیر آقا ندیم. شب بخیر. اولادا این قسم کجا میرین؟ هر لحظه امکان داره که دستگیر شوین. باید به یک جای دورتر برین. از کشور بیرون برین. تا در خارج از کشور به درسایت ادامه بده. اگه اونجا بریم نمیتونیم همیشه با ترس زندگی کنیم. اگه راحتان باشیم ما قبول نمیکنم که با فرار کردن زندگی کنیم. یک دلم میگه که در مقابل قدرت بروم استاد شوم. همه چیز برش بگویم باز هر چی شد شوم. امکان نداره دینیز. اگه در مقابلش استاد شوی بدون فکر کردن تو را از بین میبره. شام بخیر.
زنده باشی. ما یک نفر میپالم تقریبا 30 سال هست. همراهش خانم شما است. موترشان خراب شده بود. برام زنگ زدن که بیا ما را بگی، اما پیدایشان نکردم. اینجا نامدن. نه خیر ندیدیم. خوب کسی هست که او را دیده باشد دوستا؟ بچه‌م یک دو نفر در موترم سوار کردم. شاید همو کسایی باشه که تو میپالیش. همراهش هم خانم چادرپوش بود. همونا بودن. آها، ما اونا را میپالم. میشه بگید کجا پای نشان کردی؟ چی کردی؟ پیدایشان تانستی؟ جایشان را پیدا کردم. این یا مدرسش است. آلیس. دنیز اگه بیادرم کلی چیزا بفهمه تو خو میفهمی که او چی کارا کده میتونه. این کاری است که باید از اول میکردم. مشکل تنها جدا شدن من از ایلیف نیست. اونا میخواین که من امروز سنم عروسی کنم. چطور؟ تو خو قبلا عروسی کردی؟ به خاطر مردم مراسم نکاح برگزار میکنن. اوراقا، مورین نکاح کلش ساختگی خود. باور کردن نمیتونم. خب سنم از این گپا خبر داره؟ هیچ کس خبر نداره. بعد از جدا شدن از ایلیف به بهانه عروسی پشت ما رو گرفتن که نکاح کنیم. دنیز نباید اجازه کارا بدی. از همین خاطر مجبور هستم این موضوع رو حل کنم. اما لطفاً ایلیف نباید بفهمه، پریشان میشه. جنرال صاحب معذرت میخوایم کمی دیر کردم. سنجر، این موضوع دیر آمدن در خانواده شما نه که به ارث مونده. چند دقیقه پیش دینیزم زنگ زد و گفت که او دیرتر خواهد آمد. دینیز زنگ زد؟ او زنگ زد؟ به خاطر چی تعجب کردین؟ با ما گفته بود که خودت بگو، اما یعنی که قلبش راحت نشده بود و خودش خواست به شما زنگ بزنه. معذرت میخوایم. با اجازهت. بفرما. بله جنرال صاحب ما جایش پیدا کردیم. او دخترم همراهش است؟ در موتر سوار شده. فکر کنم جای میره. زود دختر از اونجا بگی. یک خانم دیگه همراهش است. او را خودت میفهمی که باید چی کنی. حالا دیگه درست است. دنیز؟ دنیز صبر کو کجا میره؟ رفت که یگان چیز بخوردن بیارم. ما خو نمیتونم که تا صبح گوش نباشیم. تا هم حامل هستی. هوا بسیار سرد است. حالا داخل بریم. چی گپ شده؟ چیزی نیست. اوه صدقه مادرم شوم. مرا در شب قدر به دنیا آورده. بیبی دختر بسیار خوشحاله هستم. ایره دقیق گفتن. خدا که میته نمیگه بچه کیستی. پول کش میکنه. پول چی ارتباط داره پدر؟ یعنی چی که چی ارتباط داره لوده؟ قسمت ما را نمیبینی دخترم؟ توبه تو ناق گپ نزن. ایره فکر کن که ما فردا در عروسی چی را بپوشم. دختر تو یک نکتایی بزنم که تمام زنها عاشق میشون. همون نکتایی را میگم، فهمیدی؟ پدر تو کی نکتایی داری؟ اچه باش درد مرچه. او زبانتا یک روز قطع کرده. در شوربا انداختن نوش جان قطع کرده. دنیز یا دیر نکرد. چند دقیقه بعد خادمت تشویش نکو. ده بیرون کس هست. کس آمده و ما را پیدا کرده. خانم رنا. ایلیف آرام باش. ایلیف آرام باش جانم. درست است.
الیف حالا با چی خود کنه؟ باش. آرام باش. من به او اجازه نمیتم که به تو ضرر برسانه. اول باید مرا بکشه. او داخل میایه. از اینجا فرار کنه. الیف جان. الیف عجله کو دخترم، عجله کو. باید از اینجا برای. درست است. آرام باش دخترم، از اینجا میپاییم. زود باشه. زود باشه. ها خودش آمد جنرال صاحب. جنرال صاحب. قماندان تو را به این وضعیت کی رسانده؟ کدام گپ مهم نیست جنرال صاحب. یک حادثه کوچک بود. فهمیدم. امیدوار هستم که دخترم هم سر میز نکاح منتظر نمانی. وال داخل میایه. عجله کنین برای. زود بریم. کمک. کسی صدای ما را میشنوه. او داخل میایه خانم رانا. جنرال صاحب من میخوایم که همراه شما در مورد یک چیز گپ بزنم. اول یک بار بیش خود راحت بساز. چرا قدر عجله داری؟ کسی نیست. آرام باش. آرام باش. کمک. او داخل میایه خانم رانا ببینه. زود شوین عجله کنین از اینجا باید فرار کنین. آرام باش. میخوای در مورد چی گپ بزنی؟ جنرال صاحب چیزی که میخوایم دربارش گپ بزنم درباره دخترتون. در اصل جنرال قدرت میخواست به تو یک چیزی بگوی اما نخیر من منتظر بودم. میتونم. معلوم میشه که تو بسیار عجله داری. بگو مشنوم. کمک. کمک کنه. کمک کنه. الیف بدو. خانم رانا بیایید. الیف مرا چیزی نمیشه. تو برو. حالا عجله کو. عجله کو. بیایید خانم رانا. الیف خانم رانا زود باشه. بدو. استاد شوه. گفتم استاد باش. استاد شو. شور نخونی. جنرال صاحب من همراه دخترتان. جنرال صاحب قدرت. اوه آقا یعقوب چه یک تصادف خوب. شما چی وقت آمدین؟ چند روز میشه که اینجا هستم. هفته بعد برمیگردم. شما استعفا دادین؟ اما قسم باید میشد. باز در این باره گپ البته فردا نکاح دخترم است. منتظر شما هستم. واقعا معرفی میکنم دامادم قماندان دنیس، پدرش جنرال سنجر. خوش شدم. از دیدنتان خوش شدم. مصطفیم اونجاست. اوه حالا باید پیشش بریم. چند دقیقه بعد پس می. درست است جنرال صاحب. متوجه هستی که چی میکنی؟ کاری که باید از اول میکردم میکنم. من برش میگم که امرای الیف عروسی کردیم. برش میگم که امرای سنم عروسی نمیتونم.
حرکت کو. زود شو، هر جای که خدا پنهان کردی به من نشان بده. اگر نه مغزای خانم مقبول باد خود کدام. تا 3 حساب میکنم گفتم. 1 الیف پوش کنی. 2 ای به من هیچ ضرر رسانده نمیتونه. 3 صبر کو. گفتم صبر کو. هوش کنی، شلیک نکنی. اگه قسم یک کار کنی دیگه هرگز الیف دیده نخواد تونستی. تو از این تهدیدهای ناحق خسته نشدی پدر؟ گفتی ناق؟ ها ناق. تو مرا دست کم گرفتی بچم. بیبی چی کردین دختره گرفتین؟ بله جنرال صاحب محترم. اینجا یک نفر امرایم است که میخواه به او سلام بگویم. بیگی که امرایت کی گپ میزنه؟ بله؟ دینیس. را برو. حرکت کو. کجا میبری؟ صبر کو. تست برو گفتم. حاله میتونی امرای قدرت کارای گپ بزنی؟ گفتم زود برو. عجله کو. الیف زود باش. در موتر سوار شو. هلا جنرال صاحب حالا میتونیم که گپ بزنیم. دنیز میخواست بگوید که بسیار خوشحال است که امرای سنم عروسی میکنه. سنجر خودش نمیتونه امی گپا بگوید؟ پس وای 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 با حال ما. زود شو. موزه باشین خانم رنا. زیاد مهم نیست که تو باید ای گپا را بگویی. چیزی که مهم است او گپای ماست. فردا دست دختر ما میگیری. با تو امانت میتم. سر از فردا تو داماد جنرال قدرت میشی. زندگی کردن امرای ما و دخترم سخت است. مسئولیتات بسیار زیاد میشن. هر گپه که از دهنت مبراید، هر کاری که میکنی از من نمایندگی میکنم. از او خاطر از این بعد متوجه کارهای تو، متوجه زندگیت باشی. اگر یک داماد شوی که مثل ما باشی بسیار خوب میشه. اما اگر نباشی پدرت برات باز خواد گفت که ما امرای تو چی کارا خواد کردم. آرزو دارم که مرا فریب ندی. گپای او را خود شنیدی؟ کوچکترین اشتباه تو هر دوی ما را به کشتن خواد داد. در قصه شانم نیستم. من امرای او دختر عروسی نمیکنم. اگه عروسی نکنی ایره خو میفهمی که قدرت کارای امرای تو چی هر کاری خواد که کرد. میکنه بکنه. هر کاری که از دستش میایه انجام بده. من رای خود انتخاب کردم. اگه من از بینام ببره از الیف منصرف نمیشم. ساعت 3 نکو میکنی آقا داماد گپ مفهمیدی؟ اگه 3 بجه دوونجا نباشی و امضا نکنی دیگه هرگز چهره خانومت نمیبینی. اگه من الیف پیدا نکنم نام خودم میگردانم و فردا سر او میزنه کام نخواد چشتو. باز خواد دیده.
بس است دیگه، بس است. حالا گم شو از اینجا. از ما چی میخوایی؟ گم شو. برای صبر کن. موریلا کن. تو به خاطر ما آمدی، بیا مرا بگی. با موتر سوار شو. حالا خانم رانا، او احمق دختر ما برد. من نتانستم الیفا نجات بدم. او را ازم گرفتن. دنیز حالا چی خواد کردین؟ چی رقم شد؟ در موتر که آمده بودن نمبر پلیتش گرفتین؟ من نمبر پلیت موتر را دیدم. 34. خدایا کمک ما کن. هیچ سرنخی از اون نیست. چی رقم پیداش خواد کردیم؟ خانم رانا تشویش نکنین. به پلیس ترافیک هم خبر دادم. حتما اونا را پیدا خود کردن. مامور صاحب موتره که با ما گفته بودین در اطراف شیله دیده شده. حالا در موردش تحقیق میکنیم. حالا همیاله میریم. جمع شوین که بریم. حالا زود شوین. تشویش نکنین. تا شام من متوجهش می باشم. او هیچ جای رفته نمیتونه. درست است. او حال خواب است. چی شد؟ از شر موتر خود خلاص کردی؟ درست است. تا وقتی که من زنگ نزدم هیچ جایی نمیری. هیچ کسی نباید تو رو ببین. بس از دیگه همه چیز تا اینجا بود. تمام شد. شنایی تو چی میگی؟ چی بس است؟ چی تمام شد؟ تمامی مزخرفات، عروسی قسم گپ نزن. تو میخوایی که مرا دیوانه بسازی؟ اون نکاح صورت خود گرفت. دنیز باید همراهی او دختر نکاح کنه. فهمیدی؟ دنیز با اون نکاح نخواد آمد. ایره بفهم. مام نمیایم. اون نکام صورت نخواد گرفت. قسم گپ نزن. تو میخوایی که مرا دیوانه بسازی؟ کوشش نکن که کدام کاری را انجام بدم. رسوا خواد شدی. همگی تو را خواد شناختن. ایره قبول کن. بس از دیگه سنجر تو یک خائن هستی. خائن. دانه تبسته کن. شنایی ما چی کردم؟ معذرت میخوایم.
معذرت میخوایم، من نمیخواستم قسم شوم. از ما دور باش، با من دست نزن، دور باش از پیشم. درست است، معذرت میخوایم، اما تو نبایدی رقمم را گپ میزدی. درست است، درست است. همه چیز قسمه که تو میخوایی باشه، اما جزای ای کارایی تا خود دیدی بسیار برات بد خود شد. گفته باشم اگه او آدم به الیف ضرر برسانه چی؟ قسم نگوین. الیف دختر قویس، او را هیچ چیز نمیشه. ما حتما الیف پیدا میکنیم انشالله. ها اون نمیاین. اردام تشویش نکنین خانم رنا، تمام جای میپالن، به زودی پیدا میکنن. زیاد نباید دیر کنیم مردم. اگر تا ساعت 3 پیدا نکنیمش مجبور میشم به میزان کار برم. زندگی الیف به این بستگی داره. درست است، حالا بریم. زودجو باشو، کمک! زودجو باشو، کسی کمک کنه! صدای من میشنوین؟ هیچ تو از اینجا برایم. اردام صبر که یک شماره ناشناس زنگ زدن. بله بله، من شماره کسی را که دختر اختطاف کرده براتان میتم. بله شما کی هستین؟ ای را چطور میفهمین؟ این مهم نیست که من کی هستم، تو شماره را بگی. زود باش، ده پیام روان میکنم. بله بله نمیفهمم. گفت شماره کسی را که الیف اختطاف کرده براتان روان میکنم. زود شماره را بده که جایش پیدا کنم. مرکز یک شماره را براتان میتم. بررسی کنین که در کدام موقعیت است. نخیر. حالا زودجو. میبینم بیدار شدی. دستای تبته که بازش کنم تا ساندویچ بخوریم. نه خیر، من گشنه نیستم، چیز نمیخورم. پس بمار از گشنگی.
خوب است. میزده بین ماندیم تا کلگی بتونن ببینن. او گلا را درست بانین، دقت کنین. دستمالا را بسیار منظم بسته کنین. درست است؟ خوب است. ها جانم؟ خواندم بس از دیگه بسیار خسته شدیم. نه خیر، من بسیار با خوشحالی کارم میکنم. سنم کجاست؟ ده بالاست. خدا آماده میسازه. ما باید یک بار او را ببینم. گفتم کمی منظمتر جورش کنین. ها درست شد. صبر کنین، من ایره نخواسته بودم. چیزی که من انتخاب کرده بودم دیگه چیز بود. به طور کامل معلوم نیست که از کجا زنگ زدن، اما تمام جای را که شک داریم میپالیم. بیاین که او طرف بپالیم. او در داخل نیست؟ ها؟ متاسفانه هیچ کسی در این خانه نیست. حالا که بعد از سالا دختر خدا پیدا کرده، نمیخوایم بدونه که او را درست ببینم از پیشم برده نیست. خودبر لطفا خدا از دست نتین. من براتون وعده میکنم که ایلیفه پیدا میکنم، او را صحیح و سلامت پیدا میکنم. حالا بیاین بخیزیم. به هر شکلی که باشه مطمئن باشین که او را پیدا میکنیم. بله درست است ما بسیار نزدیک هستیم. چی شده؟ لطفاً بگو که پیداش کردن. لطفاً بگو از جایی که زنگ زده بود تثبیتش کردن. بسیار در نزدیک ماست. خدایا لطفاً آدرسش درست باشه. زیاد وقت نمانده، حالا زود باشه.
حالا عجله کنین بدوین. زود شوید. دروازه را باز کن. کجا میری؟ بفرمایین. درست است برش میگم. کی بود؟ مهمان آمدن. آقا قدرت بود از شما پرسیدن. درست. بله دینیز ساعت 3 بجه شد. تو کجاستی بچه؟ من به اون کار نمیایم پدر. ایلیفا پیدا میکنم و به اون کار نمیایم. اگه اونجا نیایی ایلیفا بادستای خود از بین خود بردی. اوه خانم من بسیار مقبول شدی. میتونیم بریم؟ البته که عشقم. میخوایم به عروسی بچه خود بریم. البته که باید شاد باشیم. بچشم آقا سنجر، بچشم. پس بیا که بریم. تو هیچ جایی رفتن نمیتونی. تو از بین میبرو. دروازه را باز کن. از پیش ما فرار کردن نمیتونی. هر جای باشی پیدایت میکنم. جنرال صاحب سنجرم رسیدن. سلام جنرال صاحب. خوش آمدن سنجر. خوش باشین. سلام. خوش آمدین. خوش باشین. سلام. خوش آمدین خانم. ما جنرال سنجر آیدین هستم. خوش آمدین. مام جنرال متقای تاتیلا گونش. خوش شدم. مامم قسم. معرفی میکنم خانمم شنایی. سلام. از دیدنتان خوش شدم. سنجر دینیز کجاست؟ دینیز رفته که گل دست عروسه بیاره. گل عروس وقت رسیده؟ اوف کلشگانای مسیر خو راست میگن. باید خود ما میرفتیم. حتما از این خاطر است که هیجانی شده. بله یعنی اولین بار است که بچه ما عروسی میکنه. از او خاطر بسیار هیجانی هستیم. بله اما قسم است. جنرال صاحب خانم محترم خوش آمدین. خوش آمدین. بسیار خوش آمدین. خوش آمدین. جنرال ابراهیم
خانم ژالن. از دیدنتان خوش خوش شدم. آمدین. بفرمایید. خوش آمدین. بسیار خوش آمدین. خوش آمدین. کمتر از 1 ساعت مونده. او خادم دیگه هیچ شانسی نداره. خوش آمدین عزیزایم. Deniz İstaççı! Elif! گفتم استاچو دینیز! الیف! Elif! اوف نیست چه قسم آدرس دادن؟ اینجا خو هیچ کسی نیست. 1540 مرکز. با آدرسی که گفتین آمدیم اینجا کسی نیست. حتما آدرس اشتباه دادین. منتظر آدرس جدید هستیم. آمر صاحب سیگنال گم کده متاسفانه که دیگر نمیتونیم اون را تعقیب کنیم. خدایا خودت الیف کمک کن. دین ساعت 3 شده. بهتر است که تو بری. ما نباید زندگی الیف در خطر بندازیم. به خاطر آمدنتان تشکر. خواهش میکنم. معذرت میخوایم. چی شد؟ جناب صاحب یک مشکل پیش شد. او دختر فرار کرد. چی؟ یعنی چی که فرار کرده؟ او دختر باید برای ما پیدا کنی. احمق بیعقل. تشویش نکنین. جای دور رفتن نمیتونه. در این منطقه هست. هرچی زودتر او را بریم پیدا کنین. این تلفن براتان بسیار مهم بود جنرال. دینیز زنگ زده بود جنرال صاحب. گفت که یک حادثه شده. او کمی دیرتر خواهد آمد. نه که دیر کردن با دینیز یک عادت شده متو نیست؟ نه اتو نیست جنرال صاحب. اما حادثه شده. به خاطر حادثه هست. میفهمم. حادثه هست دیگه. ساعت چند شده؟ دینیز کجاست؟ امرای سنجر گپ زدم. گفت دراز چند لحظه بعد خاط رسید. دخترم تو خوب هستی؟ با اجازه تا. خواهش میکنم. مامور نکاح آمده. درست است بریم. کدام مشکلی است؟ دختر فرار کرده. مطمئن بودم فکر نکنه راحت میشم. راحت باش دخترم، نترس. شما کی هستی؟ تو را بیهوش پیدا کردم. کوشش میکنم کمکت کنم. دستت زخمی شده، حال خوب خواهد شد. خواهش میکنم مرا کمک کنین. باید تلفن کنم. به شوهرم زنگ میزنم. کدام چیز پیدا کردی نردم؟
بیادر من منتظر خبر تو هستم. هر چیزی که میشه شو برام خبر بده. درست است؟ درست است منتظر خبرت هستم. هر دم قربانت شوم. بله لعنتی چارجش خلاص شد. خدایا کمکم کن. چی میشه مرا کمک کن لطفا. جوابت دی نیست. خاموش است. دیگه کسی نیست که برش زنگ بزنی؟ بله خانم رنا. الیف دخترم تو کجاستی؟ خانم رنا شما خوب هستین؟ من خوب هستم. تو تشویش من نکن. تو کجاستی جانم؟ من خوب هستم. لطفاً بیاین مرا از اینجا ببرین. دنیس کجاست و خوب است؟ گفتی دنیس خوب است. در کل جای تو را میپاله. تشویش نکن جانم. تو کجاستی الیف؟ ما کجاستیم؟ بر ما بده که من برشان بگویم. دینیز چرا موبایلت جواب نمیدی؟ زود باید الیف پیدا کنیم. هر چیز زودتر او را پیدا کرده به دنیس خبر بدیم. حالا خانم رنا من میبینم. برو داخل. تو چی کردی؟ اینجا بیا. زود باش برای حرکت کو. گفتم حرکت کو. گپ نزن. گفتم حرکت کو. زود باش. زود باش. گپ نزن. گفتم دختر گپ نزن. جنرال صاحب. جنرال هنوزم باید صبر کنیم ها؟ ازدحام ترافیک کم شده. چند دقیقه بعد میرسه. هدفتون از چند دقیقه بعد؟ نیم ساعت؟ 1 ساعت؟ یعنی بعد از نیم ساعت خواهد آمد. و هم شاید ایره خو میفهمی صبرم لبریز شدم میره. متنیست؟ بله جنرال صاحب متوجه هستم. اگه تا چند دقیقه دیگه دینیس اینجا نیایه فکرش کردن نمیتونین که چی خواد کردم. میایه جنرال صاحب. دینیس خدای من. اونا نخواست زیاد دور شده باشن. شما از این طرف برین. شما از اون طرف. حالا دیگه حالا هایی پدر خوب نبود که یک توفان میگرفتیم. قسم بعد است. والا راست میگی دخترم. چطور است که یک گردنبند برشان بگیریم؟ خوب نیست. نه از او کمربندایی که بوکسرها در کمر خود بند میکنن طلایی از او برشان بگیریم. دیوانه گپ نزن. بیا از اون ناوقت شده. از او حرکت کو دختر. توبه استغفر الله. طلا میگیره. ها خسته نباشی. سلامت باشی جناب. در اینجا عروسی بچه خود ماست. یعنی عروسی داماد ماست. مرا دعوت کردن.
کارت عروسی هم دارم. اینه ببینین. درست است بفرمایید. حرکت کن لوده. بهتر از بری گپ بزنی، دیگه راه حل نداریم. او نمیایه. ایلانکو حرکت کن، صدایت نکش. کمک! کسی صدای من میشنوه؟ لطفاً بریم باش کمک گفتم حرکت کن، صدایت نکش. حرکت کن. گفتم برای ایلانکو کجا میبریم؟ آرام باش. صدایت نکش. خدا لعنتش کنه. با او بسیار نزدیک بودیم. چطور را پیدا کردن نتانستیم؟ آرام باش اردام. ایلیفا پیدا خواد کردیم. من باور دارم. حداقل ایرا میفهمم که او ده همین نزدیکی است. من حس میکنم دختر ما بعد از سالا پیدا کردم. اجازه میتونم که این قسم از دستم بره. اردام بله بیادر. خواهش میکنم یک خبر خوش بده. بیبی من راضی هستم که به میزن کام برم. کافی است که ایلیفا زنده و سلامت ببینم. تشویش نکو بیادر. منتظر خبر ما باش. قبل از اینکه نکاح صورت بگیرم من برات خبر میتم. درست است بیادر. من بالای تو اعتماد دارم. هر کاری که از دستت میاد انجام میدی. تا آخرین لحظه منتظر تو خواد بودم. آی بس از دگه. شما مرا فریب میتین اما تو نیست؟ دینیز به اینجا نمیایه؟ دینیز کجاست؟ سنم جان آرام باش. گفتن خود چند دقیقه بعد خواد رسید. اونا دروغ میگن. مرا فریب میتنی؟ بله راست میگی سنم جان. همه قسم است. یعنی چی که قسم است؟ حالا میریم کل چیزا با پدرم میگم. جنرال صاحب میشه گپ بزنیم؟ اتا با گپ زدنم دیر کردیم سنجر. دینیز اینا دامادتان آمد جنرال صاحب. شنایی زود سنم هم آماده کو تا میمانا بیشتر از این انتظار نمانن. درست است زود میای. الا بچیم خوش آمدی دینیز. تو دیگه جای نمیری فهمیدی؟ یخچال خالی است. من میرم که یگان چیز برات بیارم. زود برمیگردم. نه که داماد ما ترسیده.
مردم او همون آدم است. بدر شاهدای محترم، با اجازهتان ما عقد نکاح را شروع میکنم.